به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان گرامی، طی 2-3 ماه آخر است که حکومت و مخالفین یک موج جدیدی را به راه انداختند. از یک طرف حکومت تمام توان خودش را به استفاده داده است تا مخالفینش را متهم به جنایات و جنایتکاری کنند، اما از سوی دیگر مخالفین هم دعوا دارند و یا اینکه مخالفین هم در تلاش هستند که از خود دفاع کرده و زبان حکومت را تا جای کوتاه کنند. ما در این مورد خواستیم با رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جناب محیدین کبیری یک صحبت داشته باشیم. پیرامون این صحبت می توانیم بر علاوه آنچه بحث های امروز انجام می شود و طرح‌های بالاتر و یا اینکه به فکر ملت و به آنچه نقش ملت می تواند باشد هم اشاره کنیم. جناب محیدین کبیری، طی تقریبا 3 ماه اخیر است که حکومت تاجیکستان با تمام توان و تلاش‌هایش کوشش دارد که مخالفین خود را به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آنهایی که در زمان جنگ شهروندی همراه مخالفین بودند با تهمت‌ها و یا اینکه تحقیرهای گوناگون و یا اینکه با جنایات مختلف متهم کنند. ملت را در نزد جامعه جهانی همچون یک ملت جنایتکار معرفی کردن چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبلا در یکی از صحبت‌های دیگر با همکاران شما تا حدی به این سوال جواب داده بودم که سوالم این بود که چرا حکومت یک باره با این راه اندازی یک موج جدید علیه بخشی از ملت خود و بخصوص نیروهای مخالفین تاجیک هم جزئی از ملت هستند این سیاست جدید را راه اندازی کرد و با این تقویت و به اصطلاح شما شروع کرد به سیاه کردن ملت و بخصوص مخالفین. حالا در ادامه اون صحبت و هم زمان با جواب به این سوال شما، به نظر من این است که حکومت تاجیکستان بخصوص اونایی که زمام قدرت رو در کشور در دست دارن همیشه نیاز به یک دشمنی مجازی یا خیالی دارند. اگر واقعا آنها دشمنی نداشته باشن حتما اون را باید ببافند و به مردم به ملت همیشه القا کنند که ما یک دشمنی داریم و تمام این مشکلات کشوری ما، مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اونه که جای کار نیست، اونه که ما عقب مانده ترین کشور در منطقه هستیم و شاید حتی در جهان، اونه که مردم رو با برق تامین کردن نمیتونن، با جای کار، با معاش خوب، این همه به سبب اون است که ما دشمن داریم. اگر نقش این دشمن رو در 10 سال پیش مثلا ازبکستان می‌بازید، حالا ازبکستان دیگر نمیتواند نقش دشمنی مجازی یا خیالی حکومت تاجیکستان را ببازد، چون مناسبت‌های اخیر خیلی خوب شدند و بخصوص پس از به سر قدرت آمدن میرزیایوف یک سیاست‌های جدید را در منطقه راه اندازی کرد که از اون جمله با تاجیکستان هم رابطه دارند بهتر میشوند. شما گفتید دشمن، اما به نظر میرسد و یا اینکه عملا در تاجیکستان مخالفین حکومت امام علی رحمان از دستشون کاری نمیآید، دستشون کوتاه است. یعنی حکومت تاجیکستان با تمام تلاش‌هایش مقامات را در خدمت خودش قرار داده است، نمی‌دهد. هم مقامات از یک طرف و حتی کورپوس‌های دیپلماتی مقیم کشورهای اروپایی و در عموم کشورهای جهانی که از تاجیکستان نمایندگی می‌کنند، تمام اتهامات و آنچه حکومت القا می‌کند علیه مخالفین با زبان‌های مختلف نشر می‌کنند. در جامعه جهانی معرفی کردن یک نهادی که عملاً از دستش کاری نمی‌آید چی معنی دارد؟ ببینید، حالا بحث این نیست که از دست مخالفین در داخل چیزی می‌آید یا نمی‌آید. بحث ما سر اون است که چرا حکومت از بخشی از ملت خود دشمن می‌تراشد. امروز آنچه که شما گفتید که دشمن تراشی و دشمن سازی بخشی از ملت خود، منم حالا در ادامه صحبت اولم این که حکومتی که ناکار است، ضعیف است، از دستش
کاری زیادی نمیاد که مسئولیت‌های هر روزه خود رو انجام بدهد، نیاز به یک دشمن دارد که همیشه این مسئولیت رو، این گناه رو به دوش دشمن پرتاید. حالا که گفتم مثال ازبکستان نیست، نقش دشمن رو باید که مخالفین و نهضت اسلامی تاجیکستان ببازد. فردا اگر مطمئن باشد اگر نهضت اسلامی تاجیکستان از بین رفت به هر دلیلی یا اعلام کرد که ما دیگر مخالف نیستیم، اصلا با تاجیکستان دیگر کاری نداریم، برنمیگردیم یا از مبارزه دست کشیدیم، معنی ندارد که حکومت تاجیکستان بدون دشمن فعالیت خود را ادامه دهد. حتما دشمنی را پیدا خواهد کرد، میبافد، میسازد، چون اینا نیاز به داشتن یک دشمن دارند. وگرنه اگر که دشمن نباشد و این کمبودی‌ها رو به دوش دیگران نپرتایند، مردم از اینا سوال خواهد کرد که شما چگونه حکومت هستید که تمام دنیا بشریت امروز رفته است به یک سطح دیگر رسیده است در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شما یک حکومتی هستید هنوز هم از بحث رومال و لباس و ریش و مسجد و مدرسه مردم بیرون نرفتید. کی شما مشغول ساختن میشوید، تامین برق میشید، کی شما مشغول ملت سازی میشوید و کی مبارزه با ضد فساد میبرید و کی ملت رو از این وضعیت بد میرهانید. مردم اون وقت این سوال ها رو خواهند کرد. اما وقتی که دولت همیشه کوشش میکند که ذهن جامعه را به سمت یک دشمن بکشاند، خب یک روز ازبکستان این نقش دشمن رو میبازد، یک روز نهضت میبازد، فردا روز دیگر میتواند کسی دیگر باشد. من مطمئنم که اگر نهضت اسلامی تاجیکستان امروز در صف پیش مبارزه نباشد و ضعیف شود، حتما دیگر نیروهایی که حالا فکر میکنن که حکومت با آنها کار نخواهد داشت، حتما دامنگیر آنها خواهد شد. ما وقتی که در دوشنبه بودیم با بعضی دوستانی که علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت میکردن، از قشرهای گوناگون، جامعه شهروندی، رسانه ها یا حتی احزاب دیگر، ما همیشه میگفتیم که این نهضت است که حالا در صحنه وجود دارد و کسی با شما کار ندارد. شما دشمن نیستید، شما دوست مقامات هم نباشد، حداقل با شما مناسبتی بی‌طرفانه دارد. مطمئن باشد که اگر ما از صحنه بیرون کردن، نوبت به شما خواهد رسید و متأسفانه همونطور هم شد. بعد از آن که نهضت از صحنه داخلی کشور بیرون شد، ما دیدیم که چه اتفاق افتاد. حزب‌ها فلج شدند، دیگر هیچ حزبی اپوزیسیونی فعال در داخل نیست، رسانه‌ها بسته شدند، قشر زیادی از مردم، از تحصیل کرده ها، از نخبگان کشور را ترک کردند. این به معنی آن نیست که نهضت پشتیبانی آنها بود، نه، نهضت اون توان هم نداشت، اما نهضت نقش آن را می‌بازید که به خود حالا ضربه اول رو جذب می‌کرد. تمام ضربه به نهضت روانه شده بود، دیگران یک کمتر زندگی آرامتر و راحت‌تر داشتن. ما که از صحنه رفتیم پشت آنها لوچ شد و این ضربه به دیگران رسید. بنابر همین من نظرم این است که در عموم سیاست‌هایی که حالا حکومت پیش گرفته است از دشمن تراشی و همیشه دشمن داشتن، این مسئولیت رو همیشه به دوش یک کسی دیگر بار کردن و اجازه ندادن که ملت یک روز بشیند از اونا سوال کند که شما برای چی در اینجا هستید؟ همیشه برای دشمن تراشی و بالاخره برای انجام مسئولیت‌هایتون که این مسائل اقتصادی است، اجتماعی است و مسائل فرهنگی است. سبب اصلی رو ما در همین می‌بینیم. ملت گفته. اخیراً رئیس بانک ملی تاجیکستان هم در پارلمان گزارش داد و گفت که دو بانک با نفوذ کشور در نزد ملت یا مردم بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قرضه دارند. یعنی وقتی دو بانک با نفوذ در نزد مردم قرضه دارند، طبیعی است که بانک‌های دیگر هم به قرض از مردم نمیمانند. حالا از نگاه اقتصادی حکومت تاجیکستان در آغاز فلج‌شوی قرار دارد و مقامات هم آخرین تحقیر و توهین خود را علیه مخالفین را در عموم مردم شلیک میکنند. آیا میتوان این را آغاز افول قدرت نمایی حکومت امامی رحمان؟ ببینید، اصلا ما وقتی درباره مفلس‌شوی بانک‌های تاجیکستان صحبت میکنیم، این تنها یک نشانه از اون بحرانی عمیق است. حالا به اصطلاح دیگر ما فقط بالای اون کوه یخین رو میبینیم، آیسبرگ رو فقط نوگش رو میبینیم که در همون فعالیت بانک ها پیدا میشه. در عموم حکومت رو و
متاسفانه دولت رو همچنین یک دولت مفلس با تمام معیارهای اقتصادی میتوان نام برد و وقتی که حکومت قدرتی آن را ندارد که پسندازهای مردم را برگرداند، چون بالاخره وقتی که یک حکومت به یک بانک لیسانس میدهد، اجازه فعالیت میدهد، باید که بسنجد و به مردم با این لیسانس دادش کفالت میدهد که من که مقام وکالتدار هستم به این بانک برای فعالیت لیسانس دادم، اجازه دادم، پس سنجیدم، تحقیق کردم که این بانک قدرتی برگرداندن پسندازهای شما را دارد و این توانمندی در او هست. اگر که مبادا کاری انجام شد، حتما حکومت ها وظیفه دارند یا از طریق پسندازهای خود دولت یا از طریق بنیادهای سقورتوی که حتما هر یک پسنداز در دنیای متمدن سقورته میشد، باید این خراجات ها و این ضررهای مردم رو باید که جبران کنند. اما وقتی که صدها هزار شهروندان نوبت میستن، مطمئن نیستن که پول آنها کی پس گردانده میشود، دیگر این مسئله مفلس شوی چند بانک نیست، این مسئله اون است که مدیریت کشور به ناکامی روبرو شد. و حالا ما چرا درباره قرضدار بودن بانک ها از مردم صحبت کنیم، ولی وقتی که خودی حکومت از مردم قرضدار است و اصلا کشور ما هم دولت و هم ملت در نتیجه این سیاست های غلط همچنین یک ملت قرضدار هستیم. ما هر یک شهروندی که تولد میشود، امروز یک طفل به دنیا آمد، حداقل این مناظر حداقل را گفته استادم $300 این طفلی به دنیا آمده الکی قرضدار است، حالا کاری را انجام نداده است، این به حساب میانه قرضدار است. شما قرض دولتی تاجیکستان رو امروز تقسیم کنید به سر هر شهروند، حداقل $300 راست می شود. یعنی نتیجه این سیاست های غلطی حکومت است که تقریبا قرض دولتی برابر به نصف مجموع محصولات داخلی یک کشور شده است که البته این خطی ریسک است و اعتماد دولت رو در نزد اینستیتوت بین المللی مالیوی خیلی پایین میبرد و حکومت امروز با گرفتن قرضهای امتیازناک از چین، از بانک‌های جهانی تلاش میکند که اون شکافی ها در بودجه و در برنامه اقتصادی رو تا جای پر کند، اما این باعثی سال به سال بیشتر شدن قرضهای ملی ما شده است. بالاخره دیر یا زود باید این قرض رو برگرداند به هر شکلی. حکومت امروز قرض میگیرد ولی این قرض رو به نسل‌های بعدی میماند. از این قرض‌ها چی میسازند؟ خب بد نیست اگر از این قرض‌ها ساخته شود اینفراستراکتور، زیرساختارهایی که آینده ملت از آن استفاده برند، اما اینها دارن با این مبلغ‌ها امروز قصرهای میسازند که خالی است. برای مثال بزرگترین کتابخانه شاید جهان یا منطقه ساخته میشود در صورتی که کتاب نیست، در صورتی که اصلا ما چاپ کتاب، نشر کتاب در سالهای آخر در کشور قریب از بین رفته است، کتاب نوشته نمیشود و مجبور شدن که از مردم کتاب درخواست کنند بطلبند برای کتابخانه ملی. بزرگترین تئاتر مبلغ صرف میشود با صدها میلیون، در صورتی که رژیسوری بهترین کشور رو بیرون کشور میکنند. برزا عبدالرزاقوف رو در اون تئاتر کی کار میکند، کی تماشا میکند، بعد مجبور میشوند که خوانندگان و کارمندان ملیسا و مقامات رو به طور اجباری برای تماشای تئاتر برند. باید که تماشابین به تئاتر با ذوق برود و داند که در اونجا چی نمایش میتیند، نوبت بیستند. من مطمئنم که اگر واقعا رژیسورهای اصیل ما در اونجا کار کنند مثل برزو و دیگران، مردم احساس ذوق تئاتر پیدا میکنند و خواهند رفت. حالا بحثمون اقتصادی است، به تئاتر ربط ندارد، من این رو همچون مثال آورده استادم. و بزرگترین بیناها و چایخانه و بزرگترین بیرق و پرچم میسازند به خاطر چی؟ در صورتی که ما قشاق‌ترین کشور منطقه هستیم و قرضدارترین هم هستیم. شما قرض عمومی قرقیزستان رو بگیرید که اهالیش از ما کمتر است و بودجه دولتی اونها در مقایسه با تاجیکستان چقدر است. بنابر همین من این مفلس شوی بانک ها و وضع اقتصادی آنها رو جزئی از مشکلی عمومی کشور در سیاست اقتصادی میدونم که متاسفانه حکومت نتونست سالهای آخر کاری رو در این سمت انجام دهد. خیلی خوب. اخیراً پارلمان تاجیکستان، چون همچون شما وکیل بودید در طی 10 سال در پارلمان، قانون تاجیکستان درباره بودجه دولتی را هم به تصویب رساند. در قانون ذکر شده است که
در مجموع بیش از 50% یا نزدیک به 50% بودجه به ساحه اجتماعی روانه می شود. اما وقتی که ما تشخیص کردیم در وزارت‌هایی که مربوط به اجتماعیات هستند یک محدوده دارند که چقدر در اونها صرف می شود. اما چون سراغ وزارت‌های قدرتی رفتیم هیچ سند و مدرک نیافتیم. یعنی که اونها چقدر پول میگیرن، از کجا پول میگیرن. یعنی این چی معنی دارد؟ ببینید در بودجه همیشه ما مقایسه کنیم با بودجه قبلی هم تقریبا مصرف‌های بودجه به ساحه اجتماعیات همیشه بین 40 تا 50% بود و این چیزی نو نیست و باید همین گونه هم باشد و شاید از همه بخش سرخرج یا سرمصرف در بودجه هر کشور این معارف است، تندرستی است، اجتماعیات است، نفقه‌های مردم هست و دیگر کمک‌ها. و تاجیکستان طبق کنستیتوسیا دولت اجتماعی اعلان شده است و نباید وضع اجتماعی شهروند طبق کنستیتوسیا از حالتی بودش پایین‌تر شود. اصلاً حالا یک کمی دورتر رویم از موضوع بودجه، در کشور ما طبق کنستیتوسیا حکومت یا پارلمان حق ندارد قانونی را قبول کند که وضع اجتماعی شهروند را بدتر کند. برای مثال اگر یک امتیازی وجود داشت برای نفقه‌خوران، برای دانشجویان یا برای هر کسی دیگر، اگر حکومت یا پارلمان قانون را قبول کنند که این امتیازها را از بین میبرد، طبق کنستیتوسیا این حق را نداریم چون تاجیکستان حکومت دولت اجتماعی اعلان شده است. معنی دولت اجتماعی این است که نباید وضع اجتماعی شهروند بدتر شود و حکومت وظیفه‌دار است، دولت وظیفه‌دار است که این کفالت را بدهد. اما چرا یک قسمی از این بودجه شما مثال آوردید که وزارت‌های قدرتی اون به تفصیل خرج بودجه هاشون در قانون نمی آید؟ این هم یک امر معمولی است، عادی است، چون همیشه بودجه هر کشور ماده هایی دارد که آنها سری دولتیان با آشکار کرده نمیشن و باید همین گونه هم باشد و نباید همه بدانند برای مثال که بودجه دفاعی کشور چقدر است. خب این معلوماتی است که باید تنها متخصصان بدانند و اگر مبادا کارشناس سوال کند یا دعوا کند که ما نیاز داریم، میتونه به طور رسمی درخواست پیشنهاد کند تا اینکه مسئولین با رعایت قانونگذاری کشور این معلومات رو در اختیار کارشناسان بدهند. اما اکثر کشورها هستند که اعلان میکنن بودجه عمومیشون رو که چقدر است در ساحه دفاعی و تاجیکستان هم در مجموع اعلان میکند، ولی تفصیلات آن اگر نشد این به معنای نیست که کسی میخواد این رو پنهان کند، بلکه بعضا ضرورت‌های امنیتی و دفاعی این رو تقاضا میکرد. اما ما همیشه در یکی از ویژگی قانون بودجه تاجیکستان این است که غیر از اون بخش مخفی یا دفاعی که نباید آشکار شود، همیشه در بودجه بعض شکاف‌ها، بعض نامعینی میماندن تا اینکه بعد باعث سوء استفاده از طرف مقامات و مسئولین میشد. مثلا کسی نظارت کرده نمیتونه که اون فوند ذخیروی که همه ساله جدا میشه، فوند ذخیروی پرزیدنت چگونه خرج میشود، در کجا خرج میشود. بالاخره اون پول ملت است، اون از انداز مردم جمع میشود، باید مردم بدونند که اون در کجا خرج میشود. درست است که بعد اونو با یک دبدبناک اعلان میکنن که فلانی به وتران ها اینقدر کمک کرد، به دانشجویان کمک کرد یا به آفت زده ها کمک کرد و طرز رسانه های دولتی رو مطرح میکنن که اون طرف از جیب خودش از پول شخصیش کمک کرده باشد. مثلا میگن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فلان مقدار کمک کرد یا رئیس شهر فلان مقدار کمک کرد، اما کسی نمیگه که این پول ملت است که طبق قانون در اختیار پرزیدنت، در اختیار رئیس شهر یا مقامات دیگر گذاشته می شود برای استفاده در روزهای مبادا. این پول شخصی اون نفر نیست. اما متاسفانه جزئیات این بودجه های ذخیره مخصوص شفاف نیست که باعث سوء استفاده و غیر شفاف استفاده شدن آنها می‌گردد.